سلام علیکم. خیلی وقت بهم زنگ نزدین. یه کاری برات دارم دارا. شما دستور بدین. همیشه به من لطف داشتین. هر کاری بتونم براتون انجام میدم. باید با یه کار همه لطفا رو یه جا جبران کنی. همه چی میزونه قربون. به نظر ناراحت میای. اون آدمت بلوچ از زندان آزاد شده؟ آره، اون برگشته. اما مگه چیزی شده؟ چرا سراغ بلوچه گرفتی آخه؟ براش یه کاری دارم. واقعا؟ خب لب تر کن ببینم چه کاریه. میخوام یه نفر بمیره. ما که رو حرف شما نمیاریم، ولی خودتون گفته بودین دوره این کار رو خیت بکشین. سعی نکن قانعم کنی. هرچه سریعتر بفرستش پیش من. یادت باشه بهش بگی خونه نیاد، بیرون باهاش قرار میذارم.